سلام دوستان، وقت بخیر. با هم یک تست از مرحله اول کنکور تجربی 403 حل کنیم. مربوط به مطالب سال 11 هممون میشه. میگه اگر آلفا و بتا صفرهای سهمی 25 آلفا ایکس 2 به علاوه 4 ایکس به علاوه بتا باشن و بدونیم هم که بتای ما از آلفا بزرگتره، رأس این سهمی در کدام ناحیه قرار داره. همونجور که شما یادتونه ما مبحثی داشتیم به اسم SOP، در واقع مجموع دو ریشه و حاصل ضرب دو ریشه رو بدون اینکه ریشه ها رو حساب کنیم به دست می‌آوردیم. اگر یادتون باشه منفی به آوممون همون آلفای به علاوه بتای ما بود، جمع دو ریشه. شما الان دقت کنید آیا این تابع هست 25 آلفا، بمون هست 4 و بتامون هم 30 مسئله هستش. پس این منفی به آوم ما الان میشه منفی 4 به 25 آلفا. از طرف دیگه حاصل ضرب دو ریشه ما بود 30 آوم. 30 آوم هم الان طبق دیتای سوال میشه بتا به 25 آلفا. اگر دقت کنید این دوتا بتا از دو طرف معادله ساده میشن، پس با یه طرفین وسطین ساده 25 آلفا 2 میشه 1 و آلفا 2 میشه 1 25م. پس آلفای ما میشه مثبت و منفی 1 پنجم. حالا اگر این آلفای مثبت و منفی 1 پنجم هر کدومشون رو بیایم جاگذاری کنیم تو همین عبارتی که اینجا به دست آوردیم از اسم معادله، دو تا مقدارم برای بتا به دست میاد. بعد چک میکنیم با اون شرط بتا بزرگتر از آلفا همخونی دارن یا خیر. الان اگر من آلفامو بیام بگیرم مثبت 1 پنجم، جاگذاری کنم تو همون رابطه بالا، میشه 1 پنجم به علاوه بتا مساویه با منفی 4 پنجم. خب ما از این نتیجه میگیریم که بتامون میشه منفی 1. الان با این اتفاق بتای ما کوچکتر از آلفا به دست اومد، هم آلفا 1 پنجم. پس این شرط قابل قبول نیست، یعنی این جواب ها قابل قبول نیست. حالا اگر شما آلفاتون رو بیایید بگیرید منفی 1 پنجم، بعد از جاگذاری به این میرسید که منفی 1 پنجم به علاوه بتا میشه 4 پنجم و یه بتای 1 به دست میارید. این با شرط بتا بزرگتر از آلفا همخونی داره. پس ما آلفا و بتامون رو الان تونستیم به دست بیاریم، یعنی در واقع الان بتای ما شد 1، ما 1 رو داریم و آلفامون هم منفی 1 پنجم. حالا چون سوال از ما محل رأس سهمی رو خواسته، بریم ضابطه رأس سهمی رو با این آلفا و بتا به دست بیاریم. اگر من برم آلفا و بتا رو توی سوال جاگذاری کنم، فرم تابع من میشه منفی 5x2 به علاوه 4x به علاوه 1. حالا شما اگر یادتون باشه x اس ما، x رأس سهمی ما بود منفی b به روی 2a که اینجا میشه منفی 4 به منفی 10، پس میشه 4 دهم که یک مقدار مثبت هستش. ایگرگ اسمون هم دو تا راه داشتیم، یا منفی دلتا به 4a میرید یا همین 4 دهم یا ساده تر شدهش 2 پنجم رو جاگذاری میکنید توی همون ضابطه تابع که وقتی من این کار رو انجام دادم به عدد 9 پنجم رسیدم. الان هر دوتای اینها مثبت هستن، یعنی هم x ما هم y ما، پس تابع ما توی ناحیه اول مختصات قرار داره.